دادگاه ناحیه شامنسور شهر دوشنبه از دادستانی خواسته است که دعوای احتمال شکنجه شدن 3 ساکن ناحیه یاوان از طرف 4 کارمند پلیس را رسیدگی کند. شکایت مربوط به احتمال شکنجه شدن گمانبران روز 7 اپریل در جریان مرافعه 3 ساکن ناحیه یاوان به دادگاه ارائه شده است. جانبک سیف‌الدینوف، نسیم کوکی و یاسین ملیکوف ساکنان ناحیه یاوان طبق ماده 200 قسم 3 کدکس جنایی، یعنی به صاحبیت کسی دیگر دادن واسطه های نشعه‌دار یا ماده های پسیخوتراپی به مصلحت پیشکی متهم دانسته می شوند که به مهلت تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. این افراد روز 7 اپریل به دادرس گفتند که جریان تفتیش و بررسی قضیه آنها با نقض حقوق انجام شد و اعتراف گناه تحت شکنجه حاصل شده است. این 3 گمانبر از دادرس خواستند شکایت شکنجه شدن آنها را جدی گرفته 4 خادم پلیس شعبه امور داخلی ناحیه شامنسور شهر دوشنبه را به جوابگری جلب کنند. شریف جان سیدالیف، دادرس دادگاه ناحیه شامنسور، روز 11 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر رسیدگی به این قضیه دادستانی را موظف کرده است در شعبه امور داخلی ناحیه شامنسور شکنجه شدن گمانبران جنایت مربوط به مواد مخدر را کاملا رد کرده و بی‌پایه و اساس خواندند. مقامات انتظامی میگویند که یاسین ملیکوف، جانبک سیف‌الدینوف و نسیم کوکیف به گمان خرید و فروش حشیش ماه فوریه امسال بازداشت شدند. وکیل دفاع گمانبران گلچهره خلماتوف در صحبت با رادیو آزادی گفت نفران تحت حمایت او در روز اول مرافعه به دادرس گفتند که بعد بازداشت شدیداً شکنجه شدند و زیر لط و کوب مجبور گناه را به گردن گرفتند. درباره همون تفتیشات پیشکی شکنجه کردن، بعد از عریضه عریضه گرفتن که از ادوکات از حمایت دست میکشن، گویا که حمایت به محتاج نیستن، نباشد نویسن نمیتونن، خیلی گپ زدن نمیتونن، باشون رو حمایت کرده تماما نمیتونن. خدایبردی کوکیف، پدر نسیم کوکیف، در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی از روی قضیه پسرش به نزد او پلیس آمد او را نیز شکنجه کردند. در همین روی خونه همه ابنانی عدل یک کاملاتی تاریک است و نمیبینی، یعنی مدروی دست پر سکوچ میزنن یا اپارات است، بعد در دوستیم چالا میکنن، در چلیکو دست میمونن، یکی دیگرش در مردینگی نپیچونن او میریزن ای بولو و توکم سر میکن. همین حادثه با من هم شد. خدایبردی کوکیف میگوید 28 سال است که حشیش استعمال میکند و این را پنهان نمیدارد. وی ادعا کرده است که هیچگاه نه وی و نه فرزندش به خرید و فروش مواد مخدر مشغول نشدند. در همین حال سیف الله زاده، مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنسور، ارسال پرونده به منظور رسیدگی اموال کارمندان پلیس به دادستانی را تصدیق کرد، ولی عین زمان در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ کس به آنها شکنجه و یا زوری نکرده است. دعوای 3 ساکن یاوان در حالی است که آخر ماه مرد مرافعه دیگری در شهر دوشنبه شکایت گمانبر در جنایت زرخریدی عاید به شکنجه شدنش از جانب پلیس را تصدیق نکرد. جاویدان حکیموف، یک ساکن شهر کولاب، ادعا کرد که زیر شکنجه مجبور شد اعتراف کند که گویا جوانها را برای سفر به سوریه و عراق با هدف اشتراک در جنگ‌ها زیر پرچم گروه دولت اسلامی تشویق میکرد، ولی در اصل خود را بیگناه میشمارد. 3 خادم پلیسی که در این مرافعه به حیث شاهد دعوت شدهاند این اتهامات را رد کردند و دادگاه هم دیگر به این موضوع برنگشت. فعالان حقوق بشر میگویند موضوع شکنجه در اداره های پلیس از مشکلات است که ظاهراً برطرف یا ریشه‌کن کردن آن آسان نیست. سازمان امنستی اینترنشنال در یک گزارشش گفته است که تا حال در تاجیکستان اصول یا مکانیزم بازرسی موردهای شکنجه و بدرفتاری وجود ندارد.